مشکل ایونا شما داره بیایم دکتر دکتر ایوانات پرنده خزنده عکه کوکستو قمری پختو دکترم برادرای دیگونکار دکتر ایواناتم دکتر عکه گوسپند میش بره خر اسب دکتر ایواناتم دکتر ماما بله چی گفتی؟ ما برادرم دکترم دکتر چی؟ دکتر ایوانات یعنی با شطور هم میفهمی؟ فرق نه حیوانه یه دیگه شطور حیوان نیه خب میفهمی؟ آه خب بیا بریم شطور مسته که چکار شده؟ چه کار شده؟ پای خیلی زخم شده چیزی که چاق خورده خب آه. کجایه؟ آنه تای باخچه بسته سک کنه داره؟ نه آه بریم این چه کار شده لالا؟ این نمیفهم خور به چی زده این هیچی شکم هم نمیکنه شکم نمیکنه؟ نه خوراک خیلی نمیکنه صاحب شکم داره؟ ها؟ صاحب شکم میکنه؟ نام خدا خوب خوراک این با شما بگم برادرم چه کار شده؟ این چی شده؟ البته شوام هم اینجا بسته یه گواه شو ها این شغال گرفته شغال گرفته؟ بله یا شما نه بریم نگاه کنیم این پا از این شغال گرفته بابا این میتونه شغال بگیره که کلی تو خراب دکتر سایی این شغال نگرفته آه شغال پا از این گرفته خوب ها این حتما خو کرده بوده پا از این بگفتی که وخسته جا خو بعد شغال قطع قیافی از این بترسیده بجسته ها بفهمیدیم صبر کنیم برادرم آنه به داخل از اینا 3 سرسیره خوب 2 سرنیم فلفله خوب بفهمیدیم تقریبا 1-2 سیرم سیر و فلفله دیگه تخم شد شما یک کار کنیم 1 پاکت نمک خوب پاکت هم بیشتر 2 پاکت نمک خوب خودی همه فلفلا 1 سر فلفل دیگه هم اگه داریم قطی کنیم از این فلفلا خوردنی خود شما خوب چون فلفلا ما خیلی تنده خوب اینا رو قطی کنیم خودی او جوش هم خیلی با هم چیز باشه داغ باشه داغ باشه فلفلا ما و شما نیم کیلو باشه نمکام 2 کیلو باشه داروگرمام سیرارم اینا رو با هم قطی کنیم لط کنیم قطی کنیم بفهمیدیم اینا رو که قطی کردیم بعد بیاریم شطور خو بدیم و چون به عذاب میشه اول کار نمک و آتش دیگه انا بعد پاک از این بگیریم اینا رو برزیم برو پایو او جوش باشه او اشته جوش باشه که انگار کنید کل زنه که چایار انگار کنید چای بندازیم منتها چیشایر بگیری که 10 دقیقه به شما گریه میکنه ها دیگه اگه یک دم پوست گوشت پای امرا مشکلی نداره بعد لطه بسته کنیم تنپیچ کنیم فقط همی نکن 35 روز پازی به داخل می نمکا و فلفلا بسته باشه ای تا به شما قل میدم از این دیوال هم سختر میشه یعنی دلجم باشن دکتر سایی تیار میشه های لالا های آخه 45 سال برار ما کسب پدری و مادریه کسم پدری ما جد و بد و همه شغل داره ما برار خوردی داره مال به غریب حالا را اصلا اون با شما نشوندم اسمی هم عباسه بفهمیدیم اسم از او عباسه اگه به شما مال نشوندم شاید باور نکنیم
یعنی اون فهمیده. سن از او 16 ساله او 14 سال درس خون. 14 سال درس دکترین میخونه. خب حساب ما رو هم بدیم. خود چند نمیشه اینو؟ اینا دیگه 220 میشه خیر 20 فدای سر شما 200. یعنی دکتر سه دل جمع باشه که تیار میشه که تو با نشه که خود نکده گو. های برادر. ما دیگه ما با روزا دوشنبه به زیبر میام. خب روزا دوشنبه به زیبر میام. بفهمیدین روزا جمعه کست بزرگ زیر رو دمه. بفهمیدین انا میایم ما در میزنم باز به خیر خوشی یاد مار میکنید. دوشنبه ما همین مسیر را منم میایم منه. اگه دستا مر بوس نکردی هرچی مسیر بکن. خیر بینی. خداحافظ. مطلب رو نگاه دارین چیز کنین دیگه به بیرو استاد نکنه که شغال چیزی این دفعه اگه لنگر قلم کنه دیگه خلاص ازی. خوبه دیگه. ما برام اینا که گفتی اینا رام. مال زودی چار کنیم بیاین چارپ کنیم. نیم کیلو فلفل شه. فلفل ما را قطع کنیم خودی هم نیم کیلو شه 2 کیلو نمک. سیرا اگه قوزی سیر دیگه هم داشتیم بندازونیم. بفهمیدیم داروگرمان هم همر بندازونیم. گل خدمی سفید هم بندازونیم. خوب خیر بین. اینا رو قطع کنیم. خیر بین دکتر. بخیر باشیم. تیار باشیم برارمه. خوبه. بخیر بریم. خوش آمدین برارمه. لالا بچه خاله جان شما یک لطفی بکنیم برای تا با 15 روز مگرم به پیش از یه علف نندازین. خودم میموره گوشنگی دیگه عزیزم برارمه. شما اگه مثلا میگم فکر کنین لنگ شما شغال گرفته. بیاین شما بیاین تا مردم هم بفهمونم پیر میشودن. خوب فکر کنین لنگ شما شغال گرفته. بگرفته تال شغال. نه تال شغال نگرفته. بلکن بگیره که معلوم شه. فکر کنین لنگ شما شغال گرفته نصف گوشت پا شما نباشه نون خورده میتونین؟ نه. آفرین. گفته هیران دوره گلیم تاکی انگوری حسینی. به هرات تاکی انگور گلمه. همه تا. یعنی انا تا با 15 روز او هم ندیم بریو. تا با 15 رو علف یک بلگ نندازن که وقتی که نخشار میکنه میجوه همه فشار به سر پای میای پای عبته میشه. بریم بخیر خوشی. خوش خداحافظ. سلامت باشین. دکتر حیوانات دکتر حیوانات بسته باز بیامده بخیر. بله اشتنه اینجا خیلی صد خوبه. خوبه جان اسب ما مریضه بیا بریم یک نگاهی بکنه. اسب خوبه. بله کجایه؟ با خونه من باخچه بودم صدا تو شنیدم. یک بار دیگه هم این نگاه کرد یادتونه 3-4 ماه جلوی‌تر همونه با پس میشه شده. رنگ تو با گرشه به خیلی خوشی بلکم اسب تو بموره. بزد من نرم نو بکن. او دکتر حیواناتم او دکتر حیواناتم او دکتر حیواناتم. دکتر صاحب بله بیایم همین گوساله ما شما یک سیلی بکنیم. بله همین گوساله ما گوساله شما علف من نازم خوب میخوره فقط سالت او میکنه به دهن نمیزنه. او نمیخوره؟ او نمیخوره. علف همین قدر هر چی که بپیشه من نازم میخوره فقط او نمیخوره. خو البته او گرمه. نه بابا جو او میکنم او جو گرمه. یخمن داختین داخل او. این کار دیگه نکردیم شما یک سیلی بکنیم. یه مشکل نیست. چند روز میشه او نمیخوره؟ تقریبا 1 هفته میشه. 1 هفته؟ بله یا علف هر چی من نازم میخوره فقط او نمیخوره. خب بله. بیاین بفرمایید. بفرمایید. چخل دکتر صاحب کجا میره؟ بیاین سگ گدای او کار نداره اون. میگی ای سعی میکنه. خود سیل خور میکنه کار نداره. بیاین شما اون اینجا بسته کردی هم گوسالا اونجا پرته بسته کرده. بیاین سگ کار نداره. بیاین بفرمایید. بیاین. حالا نگیره من. نمیگیره بابا او گدایی ما به شما میگم. اگه مو شما رو گیری به جمع بیاین.
ها بیایم. بعض سگا غافلگیره. دکتر صاحب شمار نمیگیره. چرا شمار بگیره؟ خوب او گدای او اصلا او اگر بخراب شما سیل خور میکنه تو نمیگیره. در وا باشه که میشه بیام نگدن. بیایید. بفرمایید. سعی کنیم که دکتر صاحبی چقدر ضعیف شده نگاه کنید. سعی کنید. فقط او نمیخوره. علف هر چی میندازه میخوره. فقط او نمیخوره. سعی کنیم که استخونای به کل بیرون شده. خوش شده به کل. سعی کنید. او نمیخوره. او نمیخوره. عباستی که او نخورده سعی کنیم موهای همه برفته. نگاه کنید. اشته لاغر شده اون. سعی کنید که استخونای همه بیرون شده. شما یک کار کنین لالا. چه کار کنم دکتر؟ شما یک بشکه 5 لیتره ریکا. خوب. بشکه 5 لیتره ریکا کنیم. خوب. بفهمیدیم؟ خوب. انا یک بانجون داریم. بله. بانجون سیاه. بله. بانجون. خوب. یک 2 من بانجون اینا رو بگیریم ریزه کنیم. خوب. اینا رو ریزه کنیم خوب میده به ماشین چرخ سلاته ماشین کنیم. خودمی 5 لیتر چیز 5 لیتر ریکا. خوب. اینا رو قطی کنیم. خوب. بفهمیدیم؟ انا ایتا بگیریم 2 نفر دهن رو وا کنیم امیتا شیوه دیم. بفهمیدیم؟ بله. شیوه دیم که من یک دفعه بخوره. انا بی ای میشه او خورشه. ای او خورشه میشه. انا دیگه هر چی که سلطار او کنیم بگذاریم به پیشی و هم او میخوره هم علف. خیر بینیم دکتر صاحب خدا و شما همون در عمر بده ما سر ما زنده بیشتر. باشیم. یعنی می گسالگاک ما یعنی از این مشکلات خطا خوره اونی و ایوان دیگه میخوره ان این نمیخوره. او خورشه میشه. اینا چی وقت بدیم برای از اینا؟ فرق نمیکنه. خب حالا امی اجوری شما چند میشیم دست 100 روپیه بدیم شما خیره دوای چیزی ندادم. 100 گلی آن دکتر صاحبی هم 100 روپیه. گلی خیر بینیم. گلی فهمیدین؟ خداوند پاک عمر به شما بده دکتر صاحب. خیر بینی. خیر بینی. انا ولی من میرم کارا میکنم دیگه. خب 5 لیتر ریکا خود 2 من بانجون سیاه قطی کنیم. بانجونا خوب مثل سلاته باشه. ماشین کنی که اوا بانجونا هم باشه. پودگاه گوی هم داره بانجونا. خیر بینی. خود همی ریکا دهنی رو کنیم میتا نمیخوره چون بدمزه. بفهمیدیم؟ همین تا شیوه کنیم همینا همه برزیم 5 کیلو 2 من میشه 13-14 کیلو همه بدیم هم یک دفعه بخوره. خیر بینیم دکتر صاحب. خیر بینیم که من از این مشکلات خطا دادم. یک هفته هم فکر میکنم که من بزی گو چه کار کنم بزی گساله. خیر بینیم دکتر صاحب من حالا من میرم بخیر همون کارو میکنم. خیر بینیم.